سلام بچه‌ها. امروز با یه آموزش کاربردی دیگه اومدم. دیگه نیاز نیست که برید سالن و کلی هزینه کنید و کلی وقت بذارید تا بتونید پدیکور پا انجام بدید. میتونید به راحتی توی خونه این کار رو انجام بدید. میپرسید چطوری؟ من اینجام که بهتون آموزش بدم. برای این کار به یه تشت نیاز داریم و اونو با آب ولرم پر می‌کنیم. پاهامونو میذاریم داخلش. حالا به اندازه نصف لیوان کوکتل توی آب گرم میریزیم. بعد از اینکه کوکتل رو توی آب ریختیم، پاهامون نیم ساعت توی آب میمونه. بعد از نیم ساعت که پامون نرم شد، پاهامون رو با حول خشک میکنیم. سوهان رو روی پامون میکشیم. پامون رو تمیز میکنیم. حالا به پاهامون روغن میزنیم. من از روغن کرچک استفاده کردم. شما میتونید از روغن نارگیل، روغن زیتون، روغن بادام شیرین، روغن آرگان استفاده کنید که پوست رو نرم میکنن و باعث ترمیم بافت میشن. حالا از کرم ضد ترک پا استفاده میکنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و تموم شد. به همین راحتی. تا یه ویدیو کاربردی دیگه. خداحافظ.